салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба нашри навбатии барномаи хабариву таҳлили ахбори озодӣ. имрӯз 7 феврал аст ва дар 15 дақиқаи дигар атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем дошт. тифлони гирёну дар суроғи модар, тақдири кӯдакони хурдсоли хабарнигори зиндонӣ Рухшона Ҳакимова чӣ мешавад? фикр кардем ки абеди барим ба сизо ва мумкин вай кара метиҳам як шир додам ва метиҳам гуфтуму бо иҷозат намедодианку. ноҳақ ба рӯйхати сиёҳ ворид кардаанд. шикояти муҳоҷирон баъди ҳукми эътибор гирифтани феҳристи афроди назоратшаванда дар Русия. ва сокинони Мариупол намехоҳанд ба хонаҳои холӣ мондаи украиниҳое кӯч банданд ки замони ҷанг аз ин шаҳр фирор карданд. созмони гузоришгарони бидуни марз аз мақомоти Тоҷикистон хостааст ки хабарнигор Рухшона Ҳакимоваро озод кунанд. додгоҳи олӣ рӯзи 5 феврал Ҳакимоваро бо иттиҳоми хиёнат ба давлат ба 8 соли зиндон маҳкум кард. ҳукм хашми корбарони шабакаҳои иҷтимоиро барангехт ки гуфтанд ҷудо кардани модар аз ду тифли хурдсол зулму бераҳмӣ ва дур аз адлу инсоф аст. ҳамкорони мо аз аҳволи кӯдакон ва наздикони Рухшона Ҳакимова хабар гирифтанд. Бешир метиҳам. ҷони дилам. این طفل فرزند خردی روزنامه‌نگار زندانی رخشانه حکیمووا است که حالا از مادر جدا و از یگانه غذایش شیر مادر 2 روز باز محروم است. وی هنوز نمی‌داند که 8 سال آینده احتمال مادرش را نخواهد دید. بیبی کودک مادر رخشانه میگوید شب گذشته با شکرانه 9 ماهه تا صبح بیدار بودند. من این فرزند خردیش 9 ماهه کلونیش 2.5 ساله. شیری مادر میخورد. برای همین ما امشب خیلی عذاب کشیدیم. خیر نمیدانیم اکن چی کار کنیم. ما یک فکر کردیم که ابیدی بریم با سیزو و ممکن وای کره میتیم یک شیر دادم و میتیم گفتم با اجازت نمیدادیم کو. مقصوده شراپова حالا نمیداند به پرسش های نبیره کلانیش که پیوسته مادرش را سراغ میکند چی جواب دهد. این آمد از صادق اول نگاه کرد اول بازی کردو سونی مرا آیا میگوید سونی گفت که آیا بوام بیان بوام کنی گفت سونی من گفتم که ها بوا بالنیسه و رفتن اوکول کردن بعد بازی کرد شب شد انا بوام کنی آیا بوام کنی سحری باز خسته آیا مرا با صادق بوام بران میگفت. والدان رخشانه حکیمووا به بیگناهی دخترشان اصرار می‌ورزند و تا آخرین لحظه ها باور داشتند که او از تالار دادگاه دوباره بیرون می آید، ولی به جای او 2 گوشواره اش را بیرون آوردند، همچون رمزی 2 طفل و همچون پیام به مادرش فرستاده بود. او بچه فتاد گناه لازمش گفتم من از بحران میبرم سگو داده و اگه گناه نکنم پیوندان روزنامه‌نگار حالا از رهبریت کشور درخواست دارند که قضیه را تحت نظارت خود بگیرند و حکم روزنامه‌نگار را بازبینی کنند. از پرزیدنتمون بسیار خواهش میکنم که کلین من را دستگیری کند. نه که این کلین من باز گفتنی هم کلین من بیگناه است، یگان گناهی ندارد. دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه رخشانه حکیمووا روزنامه‌نگار 31 ساله را با گمان خیانت به دولت 8 سال زندانی کرد. پرونده حکیمووا پشت درهای بسته بررسی شده خود او در دادگاه اتهام را رد کرده است. هزاران نفر از کاربران شبکه‌های اجتماعی به این حکم اعتراض کردند. آنها رخشانه را بیگناه و 8 سال زندانی کردن مادر 2 کودک خردسال را خلاف قانون نامیدند. یک منبع نزدیک به تفتیشات پرونده رخشانه حکیمووا را به پرسش در مورد نفوذ چین در تاجیکستان پیوند داد، ولی به دلیل مهر مخفی داشتن پرونده جزئیاتش معلوم نیست.
رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. در روسیه مهاجران زیادی شکایت دارند که آنها را غیر قانونی به فهرست افرادی زیر نظارت وارد کرده، حساب‌های بانکیشان را بستند و دامنه فعالیت‌هایشان را محدود کردند. فهرست از روز 5 فوریه حکم اعتبار گرفت و والنتینا چوپیک، حامی حقوق مهاجران، در صحبت با سامانه اگنست و گفته است که در 2 روز گذشته 31 مهاجر به او شکایت کردند و 8 نفرشان توجیکان بودند. ایرینا ولک، سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه، در کانالش در تلگرام نوشته است در 24 ساعتی حکم اعتبار گرفتن فهرست افراد تحت نظارت مقامات بیش از 60,000 مهاجر را تفتیش کردند. زیاده از 7,000 نفر آنها بر روی خط قانون شکنان شامل شده است. فهرست بحث برانگیز را مقامات روسیه آخر سال گذشته ترتیب دادند و به آن نام خارجیانی را وارد می‌کنند که قاعده‌های رفت و آمد و اقامت را ویران یا جنایت صادر کردند. در فهرست نام 120,000 تاجیکستانی نیز هست و مقامات روسیه از آنها خواسته بودند که تا ماه فوریه سندهایشان را قانونی کنند. در ادامه موضوع روسیه، یک زن روس با 4 کودک نابالغش میگوید بنابر مناسبت‌های درشت منصبداران کشورش بیش از 1 سال می شود روزی خوش ندارد. آناستاسیا سانگاکова شهروند روسیه و همسر یک مرد تاجیک است. شوهرش را سال 2023 از روسیه اخراج کردند. مقامات گفتند فرزندانش را به پرورشگاه سپرد، اما او با کودکانش به تاجیکستان فرار کرده است. فرزان محمدی قصه آنها را به رشته تصویر کشیده است. این زن و 4 کودک خردسالش بیشتر از 1 هفته باز در یک اتاق خرد بهمانخانه احسان شهر خوجند زندگی دارند. فرزند کلانی 12 ساله، دیگرهایش از 2 ساله تا 6 ساله هستند. آنها بیشتر از 1 سال باز با سبب دربدری از تحصیل و آموزش دور مانده‌اند. ما оилаи Сангакова ҳастем. номи ман Лёва, ин Малик, инаш Маъруф ва додари хурдиам Мансур ном доранд. ин зан модари ман аст. мо хеле модарамонро дӯст медорем ва намехоҳем ки моро аз ҳам ҷудо кунанд. آناستاسیا سانگاکова شهروند فدراسیای روسیه است و چند سال پیش با یک شهروند تاجیکستان رسما خانه‌دار شده است. 4 کودکش تبعه 2 شهروندی دارند. آناستاسیا میگوید در شهر اورال شمالی ولایت سوردلوفسک زندگی خوب داشتند، ولی بعد اخراج شوهرش از روسیه در سال 2023 آنها با مشکلات زیاد روبرو شدند. Проблема началась в том, что мне нужно было средних детей. Ҳамааш аз он шурӯъ шуд, ки ман фарзандони миёнаамро ба боғчаи бачагона супориданӣ шудам, чунки фарзанди хурдиам ҳанӯз ширмак буд. Ман ба мақомоти ҳифзи иҷтимоии шаҳри Урали Шимолии вилояти Свердловск муроҷиат кардам, то ки барои ман ҳамчун зани серфарзанд кӯмак кунанд. Вале онҳо пешниҳод карданд, ки ман бо хоҳиши худам фарзандонро ба маркази нигоҳубини кӯдакон супорам. Ба ман аз идораи ҳифзи иҷтимоӣ занг зада гуфтанд, ки ба мо мактубе омадааст, ки гӯё ман фарзандонамро ба нафаре додан ё фурӯхтан мехоҳам. Ман аз ин гапҳо дар ҳайрат афтодам. آناستاسیا میگوید برای حفظ کودکانش اول به دیگر شهرهای روسیه کوچید، اما احساس خوف میکرد. از سنه 24 январ در تاجیکستان قرار دارد و به چندین اداره ها برای حفظ کودکان برای رسیدگی به وضعیتش مراجعت کرده است. От государства Таджикистана я, конечно же, в первую очередь... аз давлати тоҷикистон мехоҳам, ки вазъияти маро дарк кунанд, то дар ҷавоб аз онҳо ҳимояро ҳис кунам. давлати русияро ба пуррагӣ ман айбдор карда наметавонам, фақат баъзе шахсони мансабдор маро ба ин ҳолат оварданд. Лица и чиновники, которые ответственны за некоторые моменты. نارضایتی این زن برای سپردن کودکانش به اختیار دولت روسیه در آن است که به قول خودش باری هم از پرستاری فرزندانش دست نکشیده است و تنها طبق مقررات قانون از کشورش همچون مادر سرفرزند کمک گرفتن می‌خواست. Ну, никому не секрет, что сейчас в России... ба ҳеҷ кас махфӣ нест, ки ҳоло дар Русия баҳси серфарзандию камфарзандӣ рафта истодааст. яъне баъзе шаҳрвандон рашку ҳасад мебаранд, ки серфарзандон аз давлат кӯмак мегиранд. онҳо ҳатто ба ман гуфта буданд, ки кӯмакпулии туро мо 1 моҳи дароз кор карда мегирем, ту бошӣ муфт мегирӣ. آناستاسیا با شوهر تاجیکش شهادتنامه رسمی عائله‌داری دارد، ولی او و فرزندانش را شوهرش در تاجیکستان قبول نکرده است. فعلا آناستاسیا و فرزندانش میگویند برای روزگذرانی مبلغ ندارند و انتظار کمک هستند.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. ساکنان بی‌سرپناه ماریوپول اوکراین شهر محاصره شده از سوی روسیه نمیخواهند و خانه‌های خالی کوچ بندند که صاحبانشان از جنگ گریخته رفتند. ولادیمیر پوتین این خانه‌ها را بی‌صاحب نامید و از حکومت شهر خواست ساکنانی را که خانه ندارند در منزل‌های خالی جای کنند. سرانگیز نوروزشاه گزارش می‌دهد. ما به خانه‌های بیگانه نمی‌درویم. این هم از نگاه اخلاقی و هم قانونی ناممکن است. ساکنان ماریوپول نمیخواهند به خانه‌های خالی مانده اوکراینی‌های کوچ بندند که زمان جنگ از این شهر فرار کردند. این منطقه شرقی اوکراین را روسیه در آغاز جنگ بمباران کرده بود. اکثر ساکنان به سرپناه ماندند. پوتین به آنها وعده خانه نو داده بود، اما حالا مردم را مجبور دارند که در خانه‌های خالی مانده ساکنان دیگر زندگی کنند. این خانه‌های ماریوپولی های ما هستند که در پی عملیات جنگی شهر را ترک کردند. خانه‌های نوبنیاد را که شمارشان زیاد نیست روسیگی‌ها خریداری کردند. اوکراینی‌ها توان مالی خرید خانه و یا گرفتن ایپوتека را نداشتند. مسکو را به آن متهم میکنند که تلاش دارد اهالی روس زبان را در این شهر بیشتر و اوکراینی ها را کم کند. این نتیجه سیاست آگاهانه آمیزش یا عوض کردن اهالی است. حالا در ماریوپول حدود 50,000 روس به سر میبرد، ولی دست کم همین 50,000 روس هم برای گرفتن ایپوتeka درخواست خواهند داد. ولادیمیر پوتین خانه‌های خالی را بی‌صاحب اعلام کرد. در شهر 5000 خانه خالی است. مقامات محلی باید آنها را نگاه ندارند و به آدمان تقسیم کنند. این در حالی است که صاحبان خانه‌های خالی می توانند هر لحظه برگردند. برخی از ساکنان کوشش دارند خانه‌های ولنگار شده خود را تعمیر کنند، اما میگویند بناکاران با اعتماد کمند. ببینید بچه‌ها، اینجا کاغذ است. در همین حال در مسکو روس‌ها را به آن تشویق دارند که به ماریوپول کوچ بندند. برنامه را ادامه می‌دهم. برنامه جهانی آذوقه میگوید تعداد کودکان از 5 ساله پایان که در افغانستان گرسنه میگردند و همین گونه تعداد زنان حامله که به قدر کافی غذا برای خوردن نمییابند رو به افزایش دارد. سازمان مذکور گفته است که امسال بیشتر از 3.5 میلیون کودک تا 5 ساله در افغانستان از بی‌غذایی اذیت میکشند. طاهری سفر در این باره قصه میکند. با وجود بهتر شدن وضع امنیتی غذایی در افغانستان، هنوز هم 3/1 اهالی این کشور نیم گرسنه بودند. این از ارزیابی برنامه جهانی آذوقه که به مردم همسایه کشور تاجیکستان کمک می‌رساند. ماه اوگوست سال 2021 وضع امنیت غذایی بسیار بد شده، گرسنگی با سرعت افزود. در زمستان آن سال 23 میلیون نفر سخت گرسنگی میکشیدند. حالا 15 میلیون نفر گرسنگی میکشند. از این رو وضع ظاهراً بهتر است. ولی 15 میلیون 3/1 اهالی کشور است و این 3/1 مردم در واقع رنج میبرند. بعد کاهش کمک‌های بین المللی و هم متوقف شدن کمک‌های مالی آمریکا، اکنون برنامه جهانی آذوقه امکان دارد فقط نصفی از مردم محتاج افغانستان را با مواد غذایی تامین کند و خلاص. سال 2021 بعد به قدرت رسیدن طالبان، افغانستان به ورطه بحران اقتصادی افتاد چون کمک‌های بین المللی را باز داشتند. فعالیت سیستم بانکی افغانستان را هم محدود کردند. از آن زمان تا کنون ارسال بعضی از کمک‌های بشری از طریق سازمان‌های غیر حکومتی ادامه دارد، زیرا برای مردم فوق‌العاده محتاج روانه شدند. سال‌های اخیر وضع دیگر و بدتر شده است، زیرا با نظرداشت عملکردهای طالبان که زنان را از حقوق زیاد محروم کردند و همچنین بحران در دیگر گوشه‌های جهان، کمک‌های بین المللی به افغانستان کم و کمتر می‌شوند. دوستان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به انجام میرسد. تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید و چون همیشه خبر گزارش‌های از این بیشتر رو شما از آن میتوانید در وبسایت azadi.org و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. برای شما در 2 روز آینده این صورتی با فراغت میخواهیم. خود را ایجاد کنید و خدا نگهدار.